سلام، خوش اومدی به نجوای رویا. الان وقتشه از این روز جدا بشی، از تمام اتفاقایی که افتادن و اونهایی که فقط توی ذهنت بودن. هیچ چیز دیگه مهم نیست. تو اینجایی، در امن‌ترین نقطه جهان، در آغوش شب. اجازه بده نفس بکشی با آگاهی، دم، آروم، بازدم، با رهایی. انگار تمام خستگی ها رو فوت میکنی بیرون. دوباره دم، پر کن ریهاتو از هوا و بازدم، مثل برگ هایی که توی باد میرقصن و دور میشن. تو همین حال بمون. بدنت داره آروم میشه. شونه هات، کمرت، پاهات، هر جایی که سفت شده داره نرم میشه. سنگینی دلپذیر خواب رو حس کن. الان خودتو تصور کن توی دشت نرم و تاریک. آسمون شب بالای سرت پر از ستاره است. هوا خنکه ولی آروم. نه باد هست نه صدا. فقط تویی و سکوت. قدم میزنی روی خاک خنک شب. هر قدمت تو رو سبکتر میکنه. نفسات آرومتر میشن. ذهنت ساکت‌تر میشه. یک نور ملایم دورتر میتابه. نور ماه. ماه داره صدات میکنه بدون کلام، فقط با حس آرامشش. زیر نور ماه دراز میکشی. بدنت کامل رهاست، مثل این که دیگه وزنی نداری. ذهنت هم دیگه کاری نمیکنه. فقط بودن در این لحظه و اجازه دادن به خواب تا تو رو در آغوش بگیره. تمام فکرایی که داشتی حالا کوچیک شدن، مثل ذره هایی توی مه شب، دور، کمرنگ و بعد محو. تو در امن‌ترین جای دنیایی. صداهای دور رو نمیشنوی. فقط صدای نفسات هست که با هر دم و بازدم تو رو نزدیکتر میکنن به خواب. آروم باش. تو اجازه داری بخوابی. ذهن تو، بدن تو، همه منتظرن که رهاشن. همه چیز در آرامشه. جهان پشت در خوابه و تو در آغوش سکوت شب فرو می روی. هر لحظه سبکتر، هر دم عمیق‌تر، هر فکر آرامتر. تو به خواب نزدیک شدی و دیگه لازم نیست چیزی رو نگه داری. فقط بذار بری. رها شو در این شب آرام. صدای من کم کم محو میشه و تو در نرمی شب حل میشی. خواب شیرین، خواب امن، خواب عمیق. شب بخیر.